شعر هم شاه شوریده را گنجی از من اگه میتونستم شما عرضم به حضورتون مدرسه فارسی بریزبن از سال 1999 در واقع به عنوان اولین مدرسه فارسی در بریزبن فعالیت خودش رو شروع کرده. خیلی خدمت داره اینجوری که میگی. بله خیلی خدمت داره و خب به عنوان یک مدرسه غیر انتفاعی در واقع به معنی واقعی کلاسی رو از مقطع پیش دبستانی شروع می‌کنیم تا کلاس ششم دبستان. ما یک سری منابع آموزشی داریم از کشور سوئد داره تهیه میشه از انتشارات سام. این در واقع کتاب‌ها در کل اروپا و امریکا داره تدریس میشه. همیشه من دلگرمی که به کادر آموزشیمون میدم اینه که میگم کار شما هم کم از کار فردوسی نیست. وقتی آدم این پتانسیل رو داره میبینه، وقتی همه دستمون تو دست هم باشه، قطعا کارهای خیلی بزرگتر، کارهای خیلی قشنگتر انجام خواهد شد. یک پایگاه خوب و محکمی رو، یک در واقع ایرانی رو در سایز کوچیک‌تر واسه خودمون اینجا ایجاد کنیم با امید خدا. دنیا هر کسی شهری نونو در میاره، زندگی میچرخه قصه‌ای نداره، تو دو روز هستی قصه نداره. برو جونم دست بزن به کاری، کار نداره آری، فایده ای نداره، عشق و آه
به خداوندی خدا که دو روز حیات ما نمیارزه به واسه ما گل عمر من و شما دو سه روزی میکنه وفا چرا میخونم چرا شکر خدا کن